أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا بالعمل به لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اگر یاد دوستان باشه ما بحث معدات اشتهات رو که شروع کردیم گفتیم بحث رو در سه محور باید قرار بدیم. یک، جایی که منبع استنباط ما کتاب و سنت باشد ببینیم معداتش چیه. جایی که منبع ما برای استنباط اجماع باشد معدات این چه علومی است، و اگر منبع ما عقل باشد معدات عقل چه چیزایی می باشد. هنوز بحث ما روی محور کتاب و سنته. 5-6 علم رو ما شمردیم که اینا جزء معدات خدمت اجتهاد در جایی که منبع کتاب و سنت باشه. رسیدیم به آخرین علوم مقدماتی، گفتیم علم کلام است. دقت کردیم در رابطه با علم کلام که چگونه ارتباط با خدمت شما از کنم اجتهاد داره، مسئله قاعده لطف رو مطرح کردیم. محورهای بحث در قاعده لطف یک محور رو بیان کردیم، تعریف قاعده لطف بود که جلسه گذشته عرض کردیم. کل ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه. این تعریف قاعده لطف بود. محور دوم در باب قاعده لطف یادداشت بفرمایید. محور دوم معرفی برخی از اکابر از فقهای شیعه که قائل به قاعده لطف شدند. خب وقتی ما میگیم قاعده لطف در اجتهاد نقش دارد، میگیم آیا قائل دارد یا قائل ندارد. اولین کسی که قائل به این قاعده شد و نقش این قاعده را در اجتهاد پسندید مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه باشه. از کردیم در کتاب عدة الاصولش این مسئله رو مطرح کرد. بعد از ایشون مرحوم فخرالدین فرزند مرحوم علامه، ایشون هم معتقدند که قاعده لطف بله دخیل در استنباط حکم شرعی می باشد. دیگر از بزرگان ما مرحوم محقق ثانی علی ابن حسین ابن عبدالعالی اهل جبل عامل لبنان که در فقه معروف است به محقق کرکی، متوفای
940. خب وقتی ما میگیم که اینا داخل پرانتز درست کنید، وقتی میگیم محقق ثانی، معلومی که شخص دیگری هم هست معروف به محقق اول. داخل پرانتز میتونید این رو هم یادداشت بفرمایید. محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفر ابن حسن ابن یحیی ابن سعید هلی، مشهور به محقق هلی، صاحب کتاب شرایع الاسلام. پس محقق اول اهل هله عراق، اما محقق ثانی مال جبل عامل لبنان می باشه. محقق ثانی معتقد به قاعده لطفه، اما محقق اول خیر. درست شد؟ نفر دیگر شهید اول رضوان الله تعالی علیه. اینی که من شناسنامه اینها را عرض میکنم تعمد دارم، چون خیلی از ما طلبه ها گاهی اوقات یک کتاب رو میخونیم اما مؤلف اون کتاب رو باید و شاید نمیشناسیم. دقت کردید؟ به این ضعف حوزه ماست. یعنی هر کتابی که شروع میخوام بکنن اساتید، به نظر من یک جلسه باید در رابطه با معرفی مؤلف اون کتاب، خود اون کتاب، روش مؤلف در اون کتاب رو برای متعلم بازگو بکنن. دقت کردید؟ مثلا تو ادبیات اگه یادتون باشه ما یک کتابی داریم به نام سیوطی. الان غالب طلبه ها بلد نیستن مؤلفش کیه. بعد آیا غالبشون طرف سیوطی، نه سیوطی غلطه، سیوطی. دقت کردید؟ چرا اول میگیم سیوطی و سیوطی؟ چون استاد همینجور تلفظ میکنه، شاگردم، بعد شاگرد این زحمت رو هم به خودش نمیده که ببین در لغت چجوری ضبط شده. سیوطه چون یای نسبته. دقت کردید؟ اسم شهره. ارائه فرمودید؟ یا سیوطیه. لذا این ضعف، لذا خدمتتون از کنم باید اساتیدی که خصوصا دوره سطور رو تدریس میکنن این ضعف رو برطرف بفرمایید. خب شهید اول شمس الدین محمد ابن مکی ابن احمد عاملی، یعنی این بزرگوار هم از جبل عامل لبنان می باشه. رضوان الله تعالی علیه، متوفای 786. باز داخل پرانتز یک تذکری اخلاقی. عمر شریف این بزرگوار 52 ساله. 52 سال. اما چه عمر با برکتی، چه عمر با برکتی. شاید الان بگیم صدها هزار نفر در طول تاریخ آمدن از کتاب شریفش استفاده کردن و تو منابر چقدر علما اسم این شهید اول رو بردن. دقت کردید؟ 52 سال از خدا عمر گرفت. 1 سال در حبس بود. این رو میخوام بگم از خودم خجالت میکشه. 1 سال در حبس بود. اینو یادداشت کنید. اینا انگیزه های علمی میشه برادر. ظرف 1 هفته در زندان
در زندان دمشق کتاب اللمعة الدمشقیه را نوشت. اللمعة دمشقیه را نوشت که یک کتاب جامع فقهی است از طهارت تا دیات. آقای منظور تعجب بیشتر، این در حالی بود که در زندان فقط کتاب مختصر و نافع علامه را در اختیار داشت. این که منابع متعدد در اختیارش باشه تا بتونه کتاب بنویسه، نه، یک منبع بیشتر نداشت، بقیه از محفوظات و معلومات خودش استفاده کرد. اونم ظرف یک هفته بیاد یک کتابی بنویسه که بعد شهید ثانی بیاد شرح برش بنویسه، شرح لمعة دمشقیه رو بنویسه. خب ایشون هم معتقدن که قاعده لطف یه قاعده درسته و باید آدم بپذیره. مقابل شهید اول، در کنار شهید اول که شهید ثانیه. شهید ثانی زین الدین ابن علی ابن احمد عاملی که شارع لمعة دمشقیه هست. شهید ثالث مرحوم غازی نورالله ششتری رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب احقاق الحق که در کشور هندوستان مدفون می باشند. در رابطه با شهید رابع اختلافی است که شهید رابع کیه؟ در قرن 14 عده‌ای مثلا مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر رو به عنوان شهید رابع میدونن و برخی هم دیگران رو معرفی میکنن. علی حاله بین این شهدایی که گفتیم اول، ثانی، ثالث، رابع، شهید اول از جمله کسانی است که قاعده لطف رو بفرمایید قبول دارد. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب نقد المحصل صفحه 1 اشاره به همین قاعده لطف دارد. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در جامع عباسی، کتاب جامع عباسی صفحه 35، خب محقق کرکی هم که عرض کردیم کتابی داره به نام رسائل جلد 2 صفحه 142. مرحوم حسن عاملی صاحب معالم الدین صفحه 28. وحید بهبهانی در کتاب فوائد صفحه 236 و بسیاری از متأخرین. به همین مقدار فکر کن کفایت کنه. پس بنابراین بین علماء اسلام، علماء امامیه، اکابری از علما وجود دارند که قائل به قاعده لطف می باشند که این قاعده لطف را جزء معدات اجتهاد می‌شناسند. اینم محور دوم. پس محور اول این شد که قاعده لطف چیست؟ محور دوم قائلین به قاعده لطف.
اما محور سوم، مواردی که از قاعده لطف در فقه استفاده می شود. اولین موردی که بحث می شود همین بحث اجماع است. دقت فرمودید؟ اگر یادتون باشه گفتیم اجماع به عقیده شیعه جای حجته که کاشف از قول معصوم باشه، اما در طریق کشف اختلافیه. یه عده اجماع تضمنی رو قبول کردن، اجماع دخولی، یه عده اجماع حدسی رو قبول کردن، یه عده اجماع تقریری رو قبول کردن، یه عده اجماع تشرفی رو، اما یه عده طریق رو قاعده چی دانستن؟ لطف دانستن، مثل مرحوم شیخ توسی و منطقه‌اش. علاوه بر این خدمت شما عرض کنم که در باب امر به معروف و نهی از منکر، در این قاعده هم خدمت شما عرض کنم یه عده از قاعده لطف وارد می شود. خب آیا در شرع مقدس باید معروف مشخص باشد، منکر مشخص بوده باشد؟ و الا اگر از سوی شارع اینها مشخص نشده باشد، افراد گاهی اوقات معروف رو منکر، منکر رو معروف. خب چرا وظیفه شارع بیان معروف و منکره؟ بفرمایید. از راه قاعده لطف، چون اینها باعث میشه که افراد نسبت به معروف گرایش پیدا بکنن و نسبت به منکر اعراض و اجتناب داشته باشن. پس بنابراین خدمت با سعادت شما عرض بشود که اینجور نیست که قاعده لطف در فقه کاربردی نداشته باشد. اینم محور سوم. اما محور چهارم که اصل این بحثه، یعنی تبیین این که قاعده لطف چگونه در فقه استنباط و اجتهاد کاربرد داره. این رو با چند تا مقدمه شروع می‌کنیم. مقدمه اول، این مقدمه اول رو خوب عنایت بفرمایید. همان گونه که برای اصل شریعت و حفظ شریعت به وجود نبی احتیاج است، برای حفظ شریعت به وجود امام علیه السلام هم نیاز است. چون خالی نبودن زمین از حجت واجب است. واسه تحقیق روشن شد؟ حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه هم وجود شریفش برای اصل شریعت لازم بود که شریعت رو از خدا بگیرد و تبیین بکنه، و هم برای حفظ شریعت. آیا بعد از نبی ما نیازی به حفظ شریعت داریم یا نداریم؟ بله؟ این حفظ شریعت باید از سوی کی باشه؟ از سوی امام باید باشه.
دقت کردید؟ دلیل مطلب یادداشت کنید. چنانچه رسول اکرم و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین فرمودن لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. آقای فیاض نگاه کنید، میخواییم از این مسئله نقش امام رو استفاده کنیم. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اصلا اجتماع به هم میریزه. بله، یک نفر باید باشه که این نظام به هم بریزه. اون نقش کیه؟ امام. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. امروز من یک گشت و گذاری کردم نسبت به این حدیث شریف، به یک نکته جدیدی رسیدم. یادداشت بفرمایید برای شما انشاءالله و دوستانی که در فضای مجازی دریافت بکنن انشاءالله مفیده. گاهی اوقات از ما سوال میکنن گوینده این حدیث کیه و کدام منبع از منابع روایی که داریم این حدیث رو داره. من اینجوری نوشتم: یروى حدیث لولا الحجه من طرق یک عن رسول الله، دو عن امیر المؤمنین، عن الحسین علیه السلام، یعنی از امام حسن نداریم، عن الحسین علیه السلام، عن الباقر علیه السلام، عن الصادق علیه السلام، عن الکاظم علیه السلام، عن الرضا علیه السلام، عن العسکری علیه السلام، عن امام المهدی ارواحنا له الفدا. یعنی از 9 معصوم. البته عبارت ها عین همدیگر نیستند ولی مضمون یکیه. پس بنابراین همانطوری که نبی بله برای حفظ شریعت و تبیین شریعت لازمه، وجود امام هم لازم می باشد. چرا؟ چون لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اول میگه گوینده این سخن کیه؟ میگه این سخن از بیشتر معصومین داره. نکته دیگر هم باز برای دوستانی که اهل تحقیقا لازمه، این حدیث در چه منابع روایی نقل شده است؟ حداقل در 10 منبع روایی این حدیث نقل شده است. یک، رواه الشیخ الصفار فی بصائر الدرجات جلد 2 صفحه 869 باب 12
8 حدیث به همین مضمون داره. آزیشان به چه مضمون؟ لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. 8 حدیث، مثلا گاهی اوقات از پیامبر، گاهی اوقات از حضرت امیر، 8 حدیث در این باب. 2. از شیخ ابن بابوی در کتاب فی الامامت و تبصره صفحه 25 15 حدیث نقل کرد و در همین مضمون. 3. شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه فی الکافی جلد 1 صفحه 433 باب 5 13 حدیث نقل کرد. اینا رو دارم براتون میگم چون گاهی اوقات انسان تو مناظرات قرار میگیره، دقت کردیم دستش پر باشه. مثلا بعضی ها شاید روایت از ائمه باشه قبول نداشته، اما وقتی میگه پیغمبر اینو فرموده، دقت فرمودید، قبول می‌فرمایید. شیخ مفید 4. شیخ مفید در کتاب الغیبه، کتاب کلامیه، صفحه 136 باب 8 11 حدیث. 5. شیخ صدوق در علل الشرایع جلد 1 صفحه 261 باب 153 32 حدیث به این مضمون نقل کرده. 7 یا 6 باز شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا جلد 1 صفحه 405 باب 28 4 حدیث. باز همین شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 297 باب 21 23 حدیث. شیخ طبری فی دلائل الامامه صفحه 433 16 حدیث. و آخرین منبع مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار جلد 23 صفحه 1 تا 56 118 حدیث به این مضمون نقل کرده. خب آیا همین به دست ما الان خوبه؟ یعنی این حدیث اینجور نیست که در یه منبع نقل باشه، در منابع مختلف، اونم از معصومین مختلف. مضمون همشون اینه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. سلام استاد، خسته نباشید. علیکم السلام. خیلی ممنون. استاد ببخشید، روایتی که فرمودید در قرآن یک آیه داره، مثلا میگه یبین لکم علی حضرة من الرسول. خب این با این آیه چجوری جمع بکنیم با این روایت با قرآن که چی فرمودید؟ یک آیه در قرآن وجود داره که مثلا بین علی حضرتین که بین حضرت عیسی و پیامبر ما یک فاصله داشته. بله، اینا به عنوان دو پیامبر اولوالعزم فاصله بود، اما بین اینها کسانی که حضرت عیسی تربیت کرده اینا در میان مردم بودن. اینجور نبود که مردم هیچ راهنمایی
نداشته باشن. ادامه آیه میفرماید که مثلا مجاهد بشیر حلال اصلا در روی زمین نه اینو بیاز که از ذیل همین آیه برید تفسیر روایت نگاه کنید. اصلا نمیشه. ببین که حضرت عیسی خدمتتون عرض کنم رفت دیگه مردم هیچ راهنمایی نداشته باشن. راهنمایی داشتن اما غیر انبیا. اینها خدمتتون مردم رو راهنمایی میکردن. اما الان ما همین یکی از دلایلی که داره میگیم که بعد از پیامبر باید خدمتتون عرض کنم حجتی باشد. دقت کردید الی یوم قیامت، به خاطر که همونطوری که دین اصل دین نیاز دارد به مبین در اصل پیغمبر، بعد از پیغمبر هم نیاز به محافظ و مبین دارد. خب ما تا اینجا این مقدمه اول رو توضیح دادیم که همان گونه که برای اصل شریعت و حفظ شریعت وجود پیامبر نیازه، بعد از رحلت پیامبر هم وجود امام معصوم سلام الله علیه لازم می باشه. مقدمه دوم رو با یک سوال مطرح می کنم. آیا تبیین احکام شرعی مختص زمان حضور امام بر امام واجب است یا در عصر غیبت هم تبیین دین بر امام علیه السلام واجب است؟ فیاض این مقدمه بعد المقدمه میدیم، چون بعدا بزرگانی جلوی آدم سر در میآورن. دقت کردید؟ راهی مقداری سخت میشه. بارها عرض کردیم ما نسبت به همه بزرگان سر تعظیم فرود میاریم. ما سر سفره علمی اونا نشستیم. دقت فرمودید؟ اما تو مباحث علمی سعی کنیم شجاع باشیم. اونم مستند، با دلیل، با حجت. امروز من داشتم یک بحثی رو دنبال میکردم، یه بحثی تو رجال است، طبقات الرجال، که ما هم اشاره کردیم مثلا زمان کلینی تا امام صادق چند نسل، چند تا از بزرگان روایتی را صریحاً تعبیر میکردن به صحیحه. اینا فرمودید سلسله نمیشه. استاد ما آیت الله شیخ جماعت مروی خدا ان شاء الله حفظش بکنه، اومد بر اساس همین قاعده طبقات الرجال گویا این روایت مرسله است. این روایت مرسله است. چطور؟ گفت این آقا مثلا در طبقه چهارم، راوی بعدی در طبقه ششم، حتما بینشون چی شده؟ سقطی انجام گرفته، راوی وجود نداره، پس روایت میشه مرسله. حالا اینو میگم رد نظریه بزرگانی بوده مثل مرحوم آقای خویی. من از حریتشون خیلی خوشم اومد. منتهای مراتب با سند اومد. دقت کردید؟ روایتی رو مرحوم خویی میگه صحیحتون، ولی ایشون با مدرک میاد میگه نه این روایت صحیحه نیست، روایت میشه مرسله. خب وقتی روایت بشه مرسله، یادتون اگر باشه گفتیم در بحث درایه پیش از این که ما استدلال بکنیم به مضمون روایت، اول صدور این روایت از معصوم باید برای ما ثابت بشه، یعنی سندش باید مشخص بشه. وقتی سند درست نیست
دیگه استدلال معنا نداره. قراره این میخوام بگم این مقدمه چینی میگه دوستان خسته نشن. عنایت فرمودید بس منطقی پیش بره، بعدا اگه یه نظری ما ارائه کردیم قبول نداری نداشته باشید، اشکالی نداره. منتها اگر قبول داری با دلیل، نداری هم با دلیل باشه، چون انسان همیشه حجت در اختیارش باشه وجدانش راحته. آیا حمیدی چرا میگیم تو مذهب ما شیعه ها للمصیب اجران و للمخطئ اجران واقع؟ چرا؟ چون مصیب هم حجت داشت و هم فتواش به واقع رسید، دو تا موضوع. اما مخطئ چرا؟ زحمت کشید و زحمتش از روی حجت بوده. دقت فرمودید؟ و الا آدم اشتباه بکنه بعد بارک الله بهش بگم، میگه آقا من از روی حجت رفتم جلو. لذا تو این مباحث به قول یکی از اساتید ما درسی ارزش داره که کارورزی باشه. دقت کردید؟ کارورزی باشه یعنی شاگرد بره دنبال مباحث، وقتی از یک بحثی داره خارج میشه به یه نقطه نظری برسه. الان ما میخوام بحث بکنیم قاعده لطف جزء معدات هست یا جزء معدات نیست. اگر هست به چه دلیل و اگر نیست به چه دلیل. لذا من این مقدمه چینی میخوام به یک هدف انشاءالله برسیم. پس مقدمه دوم چی شد؟ بله چی؟ مخطئ که خطا میکنه در اجتهاد معذوره، ثواب اصلا نداره. للمصیب اجران فللمخطئ اجران واقع. اینو مراجعه بکنم. فقط معذوره. عرض میکنم برای تحقیق بکن، الان تحقیق نکرده فرمایش نداشته باش. برو خدمت آیا مخطئ فقط معذوره یا خدمتتون پاداشم بهش میدن. یه شوخی هم با شما بکنم، خدا حفظ کنه استادمون آیت الله عظمای وحید خراسانی رو، و بعض از اشکالات خلق الساحه است، یعنی همینجوری تو کلاس به ذهنش میاد. الان میفرمایید که مخطئ اجر نداره. از کجا میگید شما؟ از کجا میگید مخطئ؟ خلاف واقع با حجت رفته یا بی حجت؟ اصلا دلیل آورده که مثلا غیر واقع رسون. دلیل شرعی بود یا نبود؟ دلیل شرعی بود، حجت بود یا نبود؟ دلیل شرعی هست. عرض میکنم شارع هم این دلیل رو ایشون بر اساس یه روایت رفته، روایت سندش هم درست بوده، منتها مطابق با واقع نبود. پس ایشون بی مجوز وارد نشده، با مجوز شرعی وارد. عرض میکنم الان شما، من دارم به شما چی عرض میکنم؟ آیا زحمت کشیده یا نکشیده؟ زحمت کشیده ولی معذوره. آیا شارع به خاطر این زحمت بهش اجر باید بده یا نده؟ اجرش همینه که معذور باشه. نه، به معذور بودن یک چیزه، این تلاشای علمی که من همینجا به شما بگم یکی از بزرگان ما 1 ماه فرمود من زحمت کشیدم به این نتیجه رسیدم فلان عمل حرام نیست و مکروهه. 1 شبانه روز وقتشو گذاشت این مسئله. آیا شارع برای این زحمتش هیچ باید بهش نمیده؟ میگه نه کی گفته؟ عذاب نمیکنه به خاطر اینکه من با حجت رفتم. خدا نمیتونه به خاطر حجتی که برای من قرار داده منو عذابم بکنه. این است که عرض میکنه علاوه بر این که معذوره، ثوابی 2 تا ثوابی که به مصیب میدن، 1 ثواب به خاطر زحمتش، 1 ثواب به پاداش به خاطر اینکه زحمتش مطابق با واقع هست. اما مخطئ اون ثوابی که به خاطر واقع باشه بهش نمیدن، اما به خاطر ثواب بهش میدن. خب پس مقدمه دوم در این شدید که آیا این تبیین خدمت شما عرض کنم که شریعت وظیفه امام فقط در عصر حضور یا اعم از حضور و غیبت می باشه.
در این مسئله دو قول عمده وجود دارد. یک قول آن است که حفظ شریعت و تبیین شریعت وظیفه امام معصوم است مطلقا. آیا منظور مطلقا یعنی چی؟ چه زمان حضور چه زمان غیبت. امام باید به وظیفه خودش عمل بکنه. میگه خورشیده، وظیفش نور دادنه، چه ابر جلوشو بگیره چه ابر جلوشو نگیره. دقت فرمودید؟ یک دیدگاهست. یک دیدگاه آن است که حفظ شریعت و تبیین احکام شرعی وظیفه امام است فقط در عصر حضور، اما در عصر غیبت امام چنین وظیفه‌ای ندارد. تبیین، بله، تبیین احکام زمانی که امام در چی باشه؟ جامعه باشه. حالا توضیح میدیم چرا اینا این حرف رو میزنن. دقت کردید؟ پس دو دیدگاه مهم اینجا وجود دارد. تبیین احکام شرعی وظیفه امام است مطلقا. قول دوم تبیین احکام وظیفه امام است فقط در عصر حضور، اما در عصر غیبت مرحوم شیخ طوسی و کلیه کسانی که معتقد به قاعده لطف هستند مختارشان قول اوله. درست شد؟ پس یک طرف قضیه شیخ طوسی و من تبعه است. میگه وظیفه معصوم تبیین احکام شرعی، چه زمان حضور چه زمان غیبت مطلقا. در مقابل مرحوم سید مرتضی و من تبعه قائل به قول دوم باشه. سید مرتضی قبل از شیخ طوسی درست شد، شاگرد شیخ مفید. از این طرف شیخ طوسیه. هر دو هم علم برای اسلام هستند. از کردم ماها سر صفحه این بزرگان نشستیم، معلومه که هر کدوم برای سخنشون ادله دارد. انشاءالله باید هر دو طرف ادلهشون چی بشه؟ تبیین بشه. از جمله افرادی که قائل به قول دومه مرحوم آقای خوییه. دقت فرمودید؟ اصلا قاعده لطف رو قبول نداره. میگه کی میگه قاعده لطف جز معدات اجتهاد، اصلا ربطی به فقه نداره. خب از اون بزرگانی مثل مرحوم سید مرتضی و در متأخری مثل مرحوم خویی داریم. از آن طرفم که عرض کردم از شیخ طوسی گرفتیم اومدیم پایین، خدمت بزرگانی میگن نه، قاعده لطف در فقه نقش داره. امام وظیفش تبیین احکامه. این مسئله که زدم یادتون باشه، میگه مسئله امام مسئله خورشیده، چه ابر باشد چه ابر نباشه، او نور میده. دقت فرمودید؟ اما
در مقابل سید مرتضی میگه نه، در عصر غیبت امام هیچ وظیفه‌ای در تبیین احکام شرعی نداره. اینجا شیخ طوسی وارد میشه. یه تعبیری شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه داره که وقتی به این جمله مرحوم سید مرتضی میرسد که در عصر غیبت وظیفه امام تبیین احکام نیست، میفرماد و هذا عندی غیر صحیح. اینی که میگم شجاعت علمی آدم باید داشته باشه ولی غرور علمی خیر. در مقابل بزرگی مثل سید مرتضی قرار میگیره، میگه و هذا غیر صحیح عندی. اما جناب شیخ طوسی چرا غیر صحیحه؟ دلیل داره. دقت کردید؟ فقط ادعا بکنیم خیلی تو جهان پیدا میشه ادعا میکنن. خود سید مرتضی دلیلش چیه؟ عرض میکنه اللهم ببیر. انشاءالله آرام آرام وارد این معرکه میشیم. ما داریم مقدمه چینی میکنیم که ذهن شما رو ببریم. سید مرتضی اجمالا به شما که شب به این تحقیق کنیم. سید مرتضی میگه امام زمانی وظیفه تبیین داره مقتضی موجود مانع هم مفهوم بشه. نسبت به ما حضرت حجت مقتضی برای تبیین هست. امام میگه من آمادگی برای تبیین دارم اما مانع مفقود نیست. مانع چیه؟ غیبته. سبب غیبت کیه؟ مردم. دقت کردین؟ وقتی به امام نداره. بنا شد شما عبا امامای گذاشتی به سر، عبا رو قبا رو پوشیدی، میگه من آماده منبرم، دائمی وسط به ترافیک میخوری. دقت کردید؟ حالا هی ما داد میزن آقا بیا وقتی منبرتونه. شما چی میگید؟ میگه من که آماده هستم اما این ترافیک نمیذاره من بیا. دقت کردید؟ آیا اینجا باز وظیفه شما تبیین دارید؟ نه نمیتونه منبر. چرا؟ چون ترافیک ربطی به شما نداره. شیخ سید مرتضی اینو میگه. این که میگن به فقها سپرده شده. خب اونا بعدا جوابه که شیخ طوسی به اینا داده میشه.